شما چه امید دارید از بازی دسته روشن کلوب؟ ما امید غلبه داریم. خدا خواهد میبریم. ما با امید غلبه از شهر کلوب اینجا اومدیم. فکر شما بازی چند و چند تمام میشود؟ با فکر من بازی 2-1 با فایده دسته روشن کلوب با انجام میاد. اولا سلام علیکم به تمام مخلصان تاجیکستان. بعد از نام مخلصان شهر بوستانی کلوب، ما با مقصد غلبه اومدیم. ما باور داریم که کماندن یک شوت نمیدونیم. خوب، مخلصی دیگری روشن کلوب اینجا حضور دارند. در مورد بازی روشن کلوب شما چی گفتم میتوانید که های از گروه میبراید دسته روشن یا نه؟ ما باوری داریم که امروز بازی روشن کلوب 1-0 میبریم بازی را. برای چی 1-0؟ برای که کماند قرقیزستان سخت‌تر است نسبت به دیگر کماندهای ترکمنستان. شما چی خلاصه گیری میکنید بعد اون بازی که دو بازی، یک بازی در سفری و یک بازی خانگی رو روشن گذارونید و چی میده است امروز با بازی؟ سلام علیکم به کل مخلصان فوتبال تاجیک، علل خصوص مخلصان دسته روشن شهر کلوب. خلاصه ما از حساب 2 مساوی در سفر و در خانه نتیجه بد نیست، اما این روز ما باید داریم که روشن شکست نمیخوره اما مساوی هم نمیکنه. با امید غلبه هستیم. خوب، اینجا یکی از اشدترین مخلصان روشن کلوب شهرتشون حضور دارند و در مورد بازی امروزه دسته روشن در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا چی نظر دارند؟ ما از بازیگران روشن التماس و خواهش میکنیم که تمام قوا را استفاده برن، همین بازی را غلبه کنن. تمام ما فقط مخلصان روشن کلوب غلبه را انتظاریم. ما از همینجا باید سربلندانه مخلصای که از شهر کلوب اومدن باید که دروازه کلوب دا با خورسندی کده درآیند، برای که در اونجا مخلصایی که شرایطی اومدن نداشتن انتظار میشن بعد هر بازی مخلصای روشن کلوب رو در دروازه شهر کلوب پیشواز میگیرن. خوب، اقدام پیش گرفته رهبریت شهر کلوب و رهبریت دسته روشن را اوید انتقال دادن مخلصان به ورزشگاه مرکزی شهر سور شما چگونه ارزیابی میکنید؟ من از همین توسمان از نام همه مخلصا رحمت میگم محترم رئیس شهر کلوب که برای مخلصان همه وقت غمخوری میکنن با اتوبوسایی که انا مسافرکشی مشغولن با ما سوار کرده با شهر ایسور روان میکنن. خیلی در یگان جای خیلی نیست دستگیری و ما همیشه دستگیری میکنیم، دستگیری رئیس شهر کلوب رو. خوب، با بازی برمیگردیم. رقابت در میدان خودی با دسته اول گروه چگونه خواهد بود؟ بازی احتیاطکارانه، بازی سرگل یا که یک مساوی به گل؟ خوب، از نگاه پیشوای اساسی مخلصان چی تصویر را میتوانید اینجا شنید؟ اگر مخلصان دستگیری خوب کنن، روشن غلبه میکنن. همه میدوند، این تاجیکستان میدوند که همیشه مخلصای روشن کلوب در همه بازی‌ها فعال هستند. به خاطر همین روشن کلوب بسیارتر غلبه از همین حساب میکند که دستگیریش به درجه عالی است. امروز هم باوری داریم که دستگیری در درجه عالی میشود. نه تنها مخلصای روشن شهر کلوب، از دیگر دسته ها هم اومده روشن کلوب رو دستگیری میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که روشن کلوب معرفگر ملت تاجیک است. به همین خاطر باید که همه یک جای شویم و روشن کلوب رو دستگیری کنیم. روشن کلوب فقط غلبه، مساوی در کار نیست. ما وجود تا مساوی کدگی، فقط غلبه. پیشگویی حسابی شما چگونه خواهد بود؟ 2-0. یعنی کی به فایده روشن کلوب؟ 2-1 به فایده روشن شهر کلوب. سلام علیکم. اولا ان شاء الله که ما با گروه بالشکوه قریب 200-300 نفر ان شاء الله با این ورزشگاه مقصد شهر سور اومدیم. با نیت اومدیم که ان شاء الله ما بازی را با چی خودمون حل کنیم. ان شاء الله با فایده کماند روشن ان شاء الله حل شود. مقصد ما با اون خاطر اومدیم که مقصد ما بازی را برد کنیم ان شاء الله. خوب، ما با مخلصان نوبتی روشن کلوب هم صحبت میشیم و نظر شما رو در اوید بازی امروزه خواهیم فهمید که تا کدام درجه دسته روشن کلوب به این بازی آماده است و چه امیدها دارند مخلصان از دسته روشن کلوب. ما امروز گروه از شهر کلوب برای اومدیم که دسته خیش یعنی روشن رو دستگیر کنیم و ما امروز باوری کامل داریم که روشن باید غلبه کند، چون که در حالت باختن ما از گروه خدا میدونه میبریم نمیبریم.
دو بازی که گذراند روشن کلوب، دو مساوی که در آمار دارد و بازی که امروز با دسته رقم اول این گروه می شود، چه امیدها رو بر جای میگذارد که شما باوری کامل دارید که با دسته قرقیزستان اسلحه روشن تا جای بسندگی میکند برای پیروزی؟ باید بسندگی کند، چون که اینجا گپ در سر سه خال می رود. اگر ما امروز دسته روشن باید دسته قرقیزستان با پیش میبره 5 خال از ما زیادتر میگیره و اینجا باید حتما روشن غلبه کند. حساب رو چند بر چند میگوید؟ حساب خاک این کار خداوند است، 2-1 با فایده روشن. ما بچهای کلوبیم، فوتبال دوست می‌داریم. با دسته روشنجان امسال ما چمپیونیم. روشن و پیش و پیش و پیش. یک گروه مخصوص شهر کلوب برای آن آمده و این شهر بوستانی ایستگی همین روشن کلوب ما در بازی غلبه بیارد. با آنها پیش از برای کار عمری دراز سلامتی می‌خواهیم.